دعا کنید تو این حمله آمریکا و اسرائیل کشته بشید، چون اگر زنده بمونید به تمام مقدسات جهان مردم زنده پوست بدنتون رو مثل گوسفند سلاخی میکنن. جوری خانواده های عزیز از دست داده به خونتون تشنهن که اگر خدا هم بخواد شفاعتتون کنه، خدا رو هم سلاخی میکنه. آره حرومزادا، دیگه فرصتی براتون نمونده بخوایم فرار کنیم یا جبران کنیم. هر جای دنیا که برین خرخره هاتون رو با دستاشون میکشن بیرون. قیامت در راه مزدوران وطن فروش دزد قاتل. قبر تک تکتون کنده است، دیگه جایی برای فرار ندارین. بی‌ناموسای اجنبی، ایران فروشان دروغگو قاتل و دزد. هنوز نفهمیدی چه نقشه های مردم براتون کشیدن، چه شکنجه ها و کشتاره